سلام به قلب‌های با صفا و زیبای شما. سلام به نگاهی پر از محبت شما که با نیت نیک باز به دیداری هم رسیدیم در برنامه نقش من. واقعا هم از دیدار شما خیلی شاد هستیم. در برنامه نقش من این نوبت دعوت نمودیم دیرکتور مؤسسه دولتی ختلان سینمای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، کارگردان، هنرپیشه و سناریست جوان و موفق ظفر ولی که ایشان را به برنامه خیر مقدم میگوییم. سلامت باشید. و البته که شما با مژده نو اومدید. البته چون در فصل بهار همه میشکوفد، یعنی گلها سبزه ها میدمد و ما هم در فصل بهار یعنی که شکوفته با یک ارمغان به نزد شما آمدیم. سلامت باشین. چون علاقه ما شما رو همچون دیرکتور مؤسسه دولتی ختلان سینما معرفی کردیم، بیاد اول یک کمی معلومات میدیم یا معلومات ما میخوایم از شما بگیریم درباره کار و فعالیت شما که امروز در چه کار و بارها شما مشغول هستید. البته پیش از همه میخواهم برای تماشابین تلویزیون سینما و برای که تمام فیلم های ختلان سینما با این منبر به تماشابین یعنی که گذاشته می شود، پیشکش میگردد، عرض سپاس و منتداری خود را بیان کنم که باور کنید در کدام یک منطقه که میریم از فیلم ها وقتی قسم میکنن صحبت میکنن که ما در تلویزیون سینما نوکک شما رو تماشا کردیم، فیلم شما رو دیدیم. به همین خاطر هم با تلویزیون سینما و هم با بیننده سینما عرض سپاس و منتداری میکنم. و امروز مؤسسه دولتی ختلان سینما فعالیتش رو نظر به سالهای قبلی خیلی فراختر کرد و از جهت تکنیکی و از جهت متخصصان و دیگر پرابلم هایی که در مؤسسه وجود داشت اینا همشون یعنی که برطرف شدن. حرکت کردیم در دوام این فعالیت نه چندان طولانی هم باشد مؤسسه توانست اون هدف‌های استراتژی خودش رو یعنی که با اندازه با پرگی یعنی که عملی نماید و من فکر میکنم اون مقصدی که نزد ما گذاشته شده بود در زمان تأسیس مؤسسه قریب 80% همون نقشه و آرزوهای ما یعنی که عملی شدن و امید است که با در سالهای آینده اون فایزی مانده یعنی که نشده اجرا نشده کارهای ما هم با پرگی انجام خود رو می‌یابند. ظفر، یک سوالی هزل‌آمیز اگر بدیم، ما شما رو معرفی کردیم همچنین دیرکتور مؤسسه و کارگردان، هنرپیشه و سناریست، باز منیجمنت رو فراموش کردیم. با یک جوان اینقدر مسئولیت زیاد رو برداشت گرفتن دشوار نیست؟ البته دشوار است. من با همین خاطر سینما تلویزیون سینما اومدم که خدر هم مسئولیت را شما سپارم. سلامت باشید. در حقیقت من فکر میکنم با همون نیرو و با همون چی میگن هوسی که من در این کار پرداختم و با این کار مشغول شدم، من فکر میکنم برای من یگان مشکلی نمیارد، چون که وقتی که انسان با همون کسبی دوست داشتهش با اون هوس دلش وقتی که در کجایی که فعالیت میکند، من فکر میکنم چقدر مشکلی بالای سر او بیاید همه اونها را یعنی با آسانی پشت سر میکند و به نظرش نمیتونه. بله وقتی که من بالا یک فیلم چقدر زحمت ها میرود، از پرودوسری سر کرده تو مثلا هنرپیشه‌ای تو کارگردانی تو دیگر مسائل دیگر، من وقتی که فیلم آماده می شود تا همون زمان خیلی خسته می شوی، مونده می شوی، عصبی می شوی. لیکن وقتی که فیلم آماده می شود و فیلم تماشا میکنی، پس اون دیگر همون خستگی همون گم می شود. بعضا وقت یک مدتی که فیلم نمیگیرم یعنی که دست به ساختن این یا فیلم نامه یعنی که نمیزنم، همون مدت با دیگر کارها مشغول میشم، باور میکنم خیال میکنم که خیلی یک ناراحتی خودم احساس میکنم و همین تنم همین چی میگن باز چیزی اگر بگیم همین وج میکنه که باید خسته رفته همین یک یاد میکنی. بله یاد میکنی میخوایی که چیزی سازی و وقتی که چیزی را ساختن شروع میکنی، خیلی که شما سوال دادید همه مسئولیت بالای سرت میاد، یک مدت شاید همین خیلی دشواری میشود، لیکن بعد از آماده شدن این فیلم من فکر میکنم این همه دشواری و این همه یعنی که زحمت هایی که پس پرده اون فیلم
یعنی که دوری همش پس سر می شود. واقعا هم درست قید کردید. اگر شوق و ذوق نباشد یا به کسب خویش صادق نباشی موفق نمیشه و ظفری. ولی نوبسته از سن سال جوان از عهده همه این مشکلی ها یعنی به خوبی میبراید و در طول فعالیت خویش البته شما خطا نکنم چند البته 14 فیلم است. البته 14 فیلم رو تهیه کردید. ولی ما از فیلم های تهیه کرده شما هر نوبتی که شما فیلم تهیه میکنید ما با شما صحبت میکنیم. ولی مقصد از دعوت این نوبتی نه این بود که فیلمی نو گرفتید و حالا هم گرفته ایستاده درست است. و اگر خطا نکنم در ژانر دتکتیو باری نخست است که خطلان سینما فیلم میگیرد و فیلم بسیار قسمه شما نام گرفته است پیگیر. بیاید درباره این فیلمی که شما این حال بالایش کار میکنید هم صحبت شویم که ایده از کجا پیدا شد و پیشنهادی کی بود یا شاید یا برای شما محض خواستید که در ژانر دتکتیو فیلم بردارید. سلامت باشید. البته ژانر دتکتیو چیزی که شما قید کردین ژانر دتکتیو بسیار یک ژانر مسئولیت طلب است و بسیار نازکانه در این کار باید انسان کار کند. از همین سبب بسیار نفرها به این ژانر دست نمیزنند و این ساختن این فیلم آرزوی یک 4 ساله من بود که من در خودم میپروریدم و اون زمان ها امکانیت گرفتن همین فیلم یعنی که وجود نداشت و در اول سال 2025 از ماه دکبر سال 2024 البته ما شروع کردیم به نواربرداری. لایحه این فیلم از ماه آگوست سال 2024 یعنی که به پررگی کار کرد شده. ماه دکبر 2024 ما آغاز کردیم و بسیاری صحنه ها یعنی که ماه ینور و فوریه نواربرداری شد و این فیلم در ژانر دتکتیو ملودراما آفریده شده است و چخیلی که گفتیم که فیلم یعنی که ژانر دتکتیو نازکی و وای دارد به همین خاطر بسیار کار فیلم سرعت ثبت فیلم خیلی سست‌تر است. به خاطر چی؟ به خاطری که همه صحنه ها را آموخته و تشخیص کرده و با پررگی خلاصه کار کرد میکنه که تا اینکه به خطاگی راه نده چون که این فیلم صحوی است. بله هم فیلم صحوی است و هم فیلم یک فیلم چی گویم سیاسی هم گویم خطا نمیکنیم چون این فیلم در برای کار و فعالیت میلیتیا یعنی که قصه میکنه و ما بسیار جاهایی که موضوعهایی که در فیلم لازم بودن از یعنی که خود مقامات میلیتیا پرسان شدیم که چگونه چی خیل و چگونه میشود که شاید ما در کجای یگان خطاگی مثلا وای ندیم و حرکت کرده استودیم که این فیلم که اولین کاری خیلی گفتین خطلان سینما دست به کار ساختن فیلم های دتکتیو میزند یعنی که حرکت کرده استودیم که همین فیلم باید با یک سطح معین با یک سطح بلندی فیلم سازی و یعنی که جوابگو به طلبات فیلم سازی و جوابگو به طلبات یعنی که کاری میلیتیا باشد که چون که در اونجا ما تمام دستاوردها و موفقیت‌های زمانی صاحب استقلالی میلیتیا رو نشان میدیم در این فیلم. یعنی که جان‌نثاری هایی که امروز یعنی که کارمندان قدرتی جمهوری تاجیکستان برای پیشبرد ساحه‌شان برای تنجی و آرامی کشور یعنی کرده ایستادند تمام همین کارها را یعنی که در رشته همون قهرمانی ما یعنی که با پررگی ما همین چیزها را ساختیم و در چهره همون قهرمانی ما تمام همین چیزها را ما برای تماشابین نشان میدیم که ببینید در شب است روز است کدام وقتی که نباشد میلیتیا کارمندان حفظ حقوق برای امنیت ما را یعنی که تامین کردن و حفظ کردن نگاه داشتن شب و روز آنها خواب نیستند و انا همین زحمت ها انا همین مهنت ها انا همین چی میگن زحمت هایی که البته بیننده و یا که مردم همین زحمت های این کارمندای حفظ حقوق رو نمیبیند و ما در رشته سینما کشیدیم که ببینن که اینها در برابر اونه که یعنی که اینقدر زحمت دارن باز کمبودی های زندگی هم دارن کمبودی اولیوی هم دارن حتی یعنی که منفیت های کاری دولتیشون از منفیت های کاری شخصیشون خیلی خیلی بالا می ایستد و این همین جان‌نثاری ها و همین مهنت ها و همین عذاب های کار میلیتیا رو ما در یک رشته قهرمانمون با پررگی ساختیم و بله به بیننده پیشنهاد میکنیم یعنی بیننده میبیند خیلی ناظر درباره فیلم چی میگن
میگم پیش از پوده چنگ انداختن در کار نیست. تماشابین تماشا میکند، قضاوت رو تماشابین میکند که یعنی که فیلم رو ما تا چی اندازه توانستیم موفق شیم که این فیلم رو سازیم. و همین 10 قسمتی همین فیلم من فکر میکنم این 10 قسمت برای ما قسمتی سنجشی است و اگر ما موفقانه همین 10 قسمتی فیلم موفقانه یک نواربرداری کنیم، فکر میکنم که در آینده باز برای پیشبردی نواربرداری قسمت های بعدی مرحله دوم یعنی که سلسله فیلم، فکر میکنم که هم مؤسسه دولتی خطلان سینما و همون مقامات های داخلداری که برای یعنی که ساختن این فیلم باید که کمک کنن، فکر میکنم در آینده اونها هم کمک میکنن، دستگیری میکنن و امید است که این فیلم یک فیلمی تلویزیونی سلسله فیلمی بسیار خوب و دیدنی باید شود. امیدواریم که چنین میشود. و میخواستم همین 10 قسمی که شما گفتید، در همین 10 قسم یعنی موضوع سوژه تا آخر یک موضوع است یا اینکه هر یک قسم علاوه سوژه خود را دارد؟ نه، اینجا همین چی میگن خط قهرمان های ما از اول تا آخر یک است. بله، چون وقتی که ما گفتیم فیلم هم دتکتیو از ملودرام است، یعنی که انسان از وای کارکنی میلیسه هم باشد، کارکنی کجای باشد و انسان از دل دارد، عشق دارد، عاشق میشود. یعنی که در برابر این یعنی که همون قهرمانایی که با قهرمان اساسی ما رشته اونا پیوست هستند تا همین قسمت دهم اینا همشون همسفر هستند، یعنی که در همین بازی. اما در هر یک قسمت یک حادثه می شود و برای پوره معین کردن و دستگیر کردن اون جنایتکار باشد یا اینکه اون واقعه را با پررگی معین کردن و جنایتکاری که دست به کدام یک کار زده است اونا گرفته در نزد قانون آماده تسلیم می‌سازند. کار اینا همین قدر است، هر یک قسمت همین خیال است که یعنی که جنایت آشکار میکنند، جنایتکار را در نزد قانون تسلیم می‌سازند و قسمت بعدیش الکی حادثه دیگر است، یعنی که کار دیگر است. چه خیلی که همین خیلی سلسله فیلم ها امروز در فیلم تلویزیون خارجی که نمایش داده می شود و ما با همون قهرمان همون با خاراکتر همین چیزی تاجیکانه خودمون نشان داده. من گمان میکنم که هر یک چیزی که ما در فیلم ساختیم بسیار دقیقانه، بسیار یعنی که تشخیص کرده و تحلیل کرده، یعنی که به تماشابین ما میرسونیم. چون که یعنی که اصلا انسان وقتی که یک فیلم میسازد، یک نمیدون ویدیو رولینگ میسازد، نمیدون که کدام یک چیز مقصد دارد. یعنی که مقصد چی است؟ با ساختن این فیلم چی مقصد داری؟ جایی بوده که یعنی که گفتن که ما با ساختن فیلم حقوق نصیحت کردن، بله حقوق نصیحت کردن، اما فکر و اندیشه خودمون رو ما در رشته سینما میسازیم. مقصد اساسی چی است؟ مقصد اساسی تربیه هست. مقصد اساسی از اون فیلم ما، از اون نوار ما باید که تماشابین یک نمیدونم غذای برابر غذای معنوی گرفته نشن، یک درس عبرت شود برای اون که ببینید ما در همین ساختن، یعنی مثلا در این قهرمان ما همین کار کرد، اومد در آخر چی شد؟ یعنی که غلبه نیکی بر بدی در همین فیلم با پورایی همین خیلی اگر گویم عنوان گرفته است خطا نمیکنیم. بیاید بهترش یک پاره که از این فیلم رو به بیننده پیشکش کنیم، پس آن صحبت رو ادامه دهیم، زیرا که حالا ما صحبت داریم و آنها حتی خبر ندارن که ما درباره کدام فیلم و چگونه فیلم صحبت میکنیم. مرحمت باشد. سلام بچه‌ها. سلام رفیق سردار. خیلی که میدونید طول چند وقت است که این شعبه شما به راهبر بود و سلیم زاده اجرا کننده وظیفه سردار رو به دوش داشتند. ما برای خدمت‌هایت به تو تشکر میگوییم و درباره شما ما نقشه های دیگر داریم. از همین روز اعتباراً ولی زاده ظفر سردار شعبه کافتکای جنایتی در شهر باختر تعیین شدند. من از اینها باوری دارم، شخصی ارزندند، چون که در همین سمت موفقیت‌های کلان دارند و باوری دارم که ما یک جایه میتوانیم باز چندین گره‌های جنایت‌ها را کشاییم. و شما برای کار تشکر سردار. مبارک باشد. مرحمت به میز کاریتان. تشکر. سلامت باشید. تشکر. شما سردار. شما. مونیس. لبای رفیق سردار. تو با اتاق کاری من بیو. خوش رفیق سردار.
در همین پاره که این لحظه پیشکش بیننده ها ساختیم سوال پیدا شد که مکان ثبت کجاست؟ یعنی خود بینای میلیتسیا است یا اینکه شما مخصوص این بنا را ساختید آماده کردید برای ثبت فیلم؟ در این باره میخوام معلومات بدید و همون چیزهایی که منم لباس و همون تجهیزات هایی که شما در اینجا من میبینم یعنی از کجا پیدا اشیا؟ بله. البته من پیش از آغاز کردن همین فیلم خیلی گفتم از ماه اوگوست ماه کار آغاز کردیم. اول فکر بود که شاید که در کدام یک شعبه میلیسای شهر یا ناحیه ما نواربرداری میکنیم. بعدا خیلی فکر و اندیشه‌مون دیگر شد. ما همین شعبه میلیسیا رو در خود مؤسسه یعنی که ساختیم. همون پاویلیون رو ساختیم، یعنی که همون اتاق‌های کاری رو ساختیم، درآمدگاه و همون پنجره ها و چیزی که خاص به همون یعنی که شعبه میلیسا است همون ساختیم ما با پرگی جای پرسشگاه و دیگر همه شد. این به خاطر همین به همین بسیار منفعت خوب داد. با چه خاطر؟ هنرمند در داخل کینستودیو است. بله. پاویلیون در درون کینستودیو است، یعنی که ساخته شده است همون جای مکانی نواربرداری. با این هنرمند کار میکنیم، با وقتی پره داریم، یعنی که وقتمون پره هست ما میتوانیم قطعی هنرمند آزاد راحت یعنی که کار کنیم. اگر در کدام یک شعبه میلیسا میشید شاید که اونا خیلی کار دارن، اونا فعالیت دارن، اونا از این روز تا بگاه هزار یک کارا و چیزای خودشون است. ما نمیتونیم همین چیزی مقصدی خودمون رو با پرگی نواربرداری کنیم. میشود چی تمام خیلی گفته بعد فیلم یعنی که صفت فیلم بعد میشه، یعنی در سراسمگی کار خوب نمیشه. بله. از همین خاطر ما شعبه میلیسا را در داخل کینستودیو ساختیم. وقت پره داریم، هنرمند در نزدمون هست، یعنی که پاویلیون از خودمون با پرگی آزادانه تحلیل کرده و تشخیص کرده تمام صحنه ها، تمام یعنی که چی میگن سخن های فیلم، صحنه های فیلم، واقعه های فیلم با پرگی با نگاهی نازکانه یعنی که سازاندیم. یعنی جای مکانی یعنی فیلم برداری رو شما ساختید، سناریو رو کی ساخت؟ یعنی فیلمنامه رو کی نوشت؟ و فیلمنامه تخیلی بود یا از همون دلهای جنایتی که در شعبه میلیسا بود گرفته شده است؟ البته بسیاری از اینها کدام یک صحنه های و واقعی حقیقی هستند، اما در اطراف اون خیلی که اگر ما مثلا یک دلار اگر ما گیریم اطراف اون پورا درباره همون اگر بگیریم بدیهیات بعضی وقت گم می شود، به خاطر اینکه که بدیهیات وارد کرده شود، به خاطر اینکه قهرمان ما با وجود کار و فعالیت و یاش با دل دارد یعنی محبت دارد عاشق می شود. ما همین واقعه ها را گرفته و اطراف اون یعنی که بدیهیات گفتیم، خیلی زیاد بدیهیات گفتیم. با چه خاطر که اصلا فیلم دتکتیو این ژانری به مثل یک فیلم فاجعه است، چون در اونجا کشتار است، در اونجا دیگر است، در اونجا دزدی است، در اونجا نمیدونم چی جنایت هایی که مثلا وای است با تماشابین بسیار زیق میشوند، مونده میشوند در اونجا. بعضا وقت ما چیزی کمدی را موندیم، یعنی که مساکر را موندیم، در اونجا ملودرام را وارد کردیم. چون وقتی که اینا ژانر اساسی فیلم رو اینا همراهی میکنن، همراه میشوند، فکر میکنم دیدنی باب میشود. بله. و به همین خاطر گفتم میتونم که اکثریت بله صحنه ها واقعیت حقیقی هم دارند. وقتی ما سیناری را می نوشتیم، وقتی ما سیناری را آماده میکردیم، از اینجا از اونجا همون یک واقعه را دسترس کردیم و بعد وقتی که سیناری ما شروع میکردیم بعدا مثلا 4 نفر ما سیناری نوشتیم، از همین واقعه هایی که اونو نقل کردن صحبت کردیم اطراف قهرمان گرد آوردیم. شید یعنی که سیناریای فیلم نامه همین فیلم سلسله فیلم ناری پیگیر و چه خیلی گفتم من سال 2018 2 قسمت این فیلم نوشته بودم و بعدا هم خیلی بعد دیگر فیلم ها رو شروع کردیم، دیگر فیلم ها دست زدیم و من تقدیر بود است این سال. باز کدام هنرمندا با شما یعنی هم باز هستند و در فیلم همکاری میکنن؟ محبیکر یارو هستن که یعنی که معاون سرداری میلیسای همون شهر رو بازی میکنن و زلخمار ابراهیم، طالب بابایف پدر و مادر قهرمان بازی میکنن و همچنین از تئاتر جوانان بسیار هنرمند قریب که یک 50% هنرمندان تئاتر جوانان با پرگی جلب شدن. همچنین از تئاتر بختر جلب شدن، از تئاتر موسیقی مسکوی بنام جوان فشاری بختر جلب شدن و در برابر این با ما کاستینگ کرده بودیم. کاستینگ کردیم
аз кастинг чандин ҳунармандое бо уҷа кашф шуд, яъне ки эҳё шуду баромаду аз унҷа мо якчанд ҳунармандонро гирифтем ки ҳарчанд нақшҳои умумӣ доранд дар филм, лекин ба ҳар ҳол ворид кардем. Ба ҳамин восита бале нақшҳои умумӣ ҳам дошта бошанд, ба ҳамин восита оҳиста яъне ки онҳо завқшон ба синамо ба филму ба вай бисёр мешавад. қариб мегӯям Салоҳиддин Шукуров аст аз театри Шаҳзод Раҷабов, Насриддин ҳаст аз театри Лоҳутӣ, аз театри Оина ва ҳамчунин дар баробар ин якчанд ҳунармандо хеле зиёд даъват шудагӣ ҳастанд, хеле зиёд. Дар қисмати якуми филм ба ҳисоби ман 46-47 нафар қариб даъват шудагӣ буд. Агар ин хел бо нақшҳои умумиш гирем аз 50 нафар зиёд дар фақат қисмати якуми филм ҳамин қадар нафар яъне ки нақш бозӣ карданд ва қисмати дуюмуш зиёда аз ин буд. یعنی اگر باز امکانیت دست بدهید و تماشابین خوب قبول کند شما میتوانید این فیلم بسیار قسمت رو باز ادامه بدهید. البته چخیلی که گفتم یعنی که این 10 قسمت فیلم یعنی مرحله سنجشی است برای ما. اگر این موفقانه یعنی که عملی شود این فیلم من گمان دارم فکر دارم و باور هم دارم که در آینده این فیلم باید سلسله فیلمی یعنی که چندین مرحله شود. یعنی یک مرحلهش اگر از 10 قسمت عبارت باشه چند من با این واسطه هنرمندان بیکار نمیمونم. هنرمندان پیوسته بازی میکنند، پیوسته هنر خودشون سایقل میتین، یعنی که خودش در اکران میبیند، در تلویزیون میبیند، وقتی بسیار میبیند خودش کمبودی خودش اصلاح کردن میگیرند. هنرمند همین خیلی آهسته کشوده میشود. هنرمند که یک بار نمیبرد مثلا وای کنه معین کردن جسدها ضربه خوردن، یکتاش از کاسخانه سر دیگریش بروی شده است. سلام علیکم. رفیق پروکورور شناس شوید سرداری نو تعیین شده شعبه کوفتکوی جنایتی در شهر بختر. سلام علیکم. من ولیزاده ظفر، پروکورور شهر بختر یاروشهر محمد. سلام باشید. شدم از شناسان. خب با اجازت شما من میروم به نزد سردار همه نتیجه رو بعد به سردار پیشنهاد کنید. باقی سلامت باشید. سلام علیکم رفیق سردار. تشکر. اگر سلسله فیلم ها زیاد شود، در حال حاضر چون فضا خالی است. فضا خالی است و فضای ایدئولوژی ما باید خالی نماند. و این فضا رو مثلا هر گونه من هستن چی میگن بلاگر میگن نمیدونم هر گونه شخصیتایی هستن که مثلا فیلم های یکیم کدام یک نوار میکند و فیلم گفتم معرفی میکند و میکند مایلش ایناش یک طرف حتی فیلم هایی که البته تاثیر منفی آنها به نسل نورس به نسل آینده نه تنها به نسل نورس حتی به کلان سالام رسیده است. بله درست است. باور کنید و امروز تماشابین از نه هست از تماشابینایی که مثلا چیزی پروفسیونالی را و یا دوست می‌دارن چیزی کسبی را دوست می‌دارن اما اکثریت تماشابین رو همین گونه فیلم ها یعنی که دیدی نظر آنها را کاسته کرده است که اونها قدرت تماشای یعنی که فیلم هایی که در اون پیچ و تاب های زیاد است کارگردان در اونجا یک فلسفه را مانده است پس هر یک صحنه پس هر یک گفتار کیم کدام یک فلسفه نهفته است که نمیخواهند چنین فیلم تماشا کردن. من فکر میکنم از نقطه نظر من که همین گونه فیلم هایی که مثلا تهیه شده من در یوتیوب کانال مثلا پخش کرده ایستادن چیزی کرده ایستادن همینو دیدی همین تماشابین کینوی تاجیک رو کاسته کرده است. وقتی که ما میگیم ما سینما ساز هستیم وقتی که ما میگیم که ما کارمند یعنی که کینوی تاجیک هستیم اونا همون فیلمایی که در یوتیوب کانال دیدن همون علاقه اونا احساس میکنن فلانی یک سخنه و یک گپوی میگن که خیر کن دیگر هر یکی اون مردم نشود که یک به یک مثال فهمونیم. امروز فقط ما وظیفه دار هستیم که همین فضا رو همین فضای خالگی رو با تهیه کردن چنین سلسله فیلم ها یعنی که پر کنیم. ایدئولوژی تاجیک اون رفتار انتظام گفتار همه ما باید شاعرانه باشد چون ما نسل های کی هستیم ببینید اینقدر بزرگان داریم اینقدر مثلا در تاریخ گذشته های داریم که ما حقوق معنوی نداریم که مثلا با تماشای بعضی از این فیلم هایی که عموما با دیدی تماشابین رو کاسته میکند مثلا دست وای کنیم. ما باید یک لحن و گفتار و
یعنی که طرز سخنگویی ادبی تاجیکی را باید هیچ وقت از یاد مون نبروریم، فراموش هم نکنیم. وقتی که چنین فیلم ها می شود، وقتی که چنین چیزا تهیه می شود، نسل نوراس امروز همه در یوتیوب است، امروز همه در همین گفتن بس بله کدام یک نفر رو میبینه همین در درون تلفن است. یعنی که در درون تلفن فضا را کی پر کرده است وزیر؟ انا همه گونه چیزهایی که مثلا بعد دیدی، یعنی که برای نسل نوراس ما جهت منفیش زیادتر است. همه گونه چیزا تماشا کرده است، یعنی فضا خالی است و هر آن سخنهای قبیح یا دغلی که در آن فیلم‌های به گفته خودشان است، البته جوانان ما گفتش ما نه تنها جوانان حتی بزرگسالان نیز آنها را تکرار به تکرار تقلید میکنند، رفتارهای آنها را، گفتارهای آنها را. گفتی شما چه خیلی که با حتی مالش فیلم ها یک سوژه، یعنی که اون خطی سوژه ندارند، بر ضمن این هر یک سخن هر یک گفتار هر یک چیزی هست که تلفظ کردن شنیدن اونها حتی آدم شرمش میآید. به همین خاطر همین یک از سبب‌های تهیه کردن همین سلسله فیلم هم همین بود. چرا که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2024 رو سال معرفت حقوقی اعلان کرده بودند. ما یعنی که در سال 2024 با سبب بعضی چیزا ما تهیه کردن نتونستیم این فیلم، لیکن من فکر میکنم که جهت حقوقی مردم بلند کردم حالا هم وقت است، یعنی که این فیلم در همون ژانر تهیه شده است که در همون حالت تهیه شده است که مقصد اساسی برای چی میگن معرفت حقوقی مردم رو بلند کردن. من فکر میکنم یک نقش با سزای هم باید گذارد. بله. مقصد اساسی ما هم از همین بود در تهیه کردن این سلسله فیلم و مقصد دیگری ما فضا رو خالی نموندن، فضا رو پر کردن. بله. نموشد همین فیلم میشد من یک قسمت بگیرم، یک فیلم دیتکتیوی مثلا یک قسمت، لیکن من فکر کردم اگر من 10 قسمت بگیرم ببینین تلویزیون سینما 10 روز یعنی که قریب 30-40 دقیقه وقت میتواند پر فضا را یعنی که پر کند، یا که شبکه یوتیوب کانال خود خطلان سینما است. درست است. و فیلم بسیار سریگی گفتیم، مثال اگر کارگردان در فیلم یک سریگی یعنی پور متر خود اگر نمیتواند همه آن خواهش های دل خود را پر کرده، در فیلم بسیار قسمت میتواند با پورگی همش را حتی علاوه کرده تهیه نماید. درست است. سلسله فیلم اصلا خودش همین تکست یعنی که سخن رو زیاد دوست می‌دارد، برای که وقت هست، مهلت هست، یعنی که همه چیزی که خیلی گفتین در دلت هست میتوانی با فرجه همین تماشاگیر با فرجه گفتید همون چی در یادم اومد وقتی سلسله فیلم های خارج کشور یا هندوستان رو تماشا میکنیم، مثلا با یک نگاه گویم اگر 5-6 نفر در میدان همون فیلم آفری باشد، 5-6 نفر رو چند سادگی نگاه های همون رو 10 دقیقه فیلم تمام میشه، نگاهی همه اونها رو یعنی نشان میده. فیلم شما هم همین گونه است؟ من فکر میکنم نه، فیلم ما در ژانر دیتکتیو که هست مقصدهایی که چیزی که در دل داریم، چیزی که سناریو هست، چیزی که میتوانیم مقصد خوش داریم که همین باید در صحنه باشد، اونا جو میکنیم. اما فیلم از سبب اونه که دیتکتیو است دینامیکای بسیار تیز دارد. فیلم گزارش صحنه ها، حالت ها، اینا بسیار یعنی که همون نوار ما خودش حتی جنبش دارد، چون که باید فیلم دیتکتیو همین چیزا را طلب میکنه، طرز نوار برداری همین چیزا را طلب میکنه. با همون خاطر در اونجا ما 10 دقیقه کروپ میپلان نگاه نشون دادگی نیستیم و فکر میکنم که مضمون و محتوا و همون چیزای خاص به همون سناریو هست، همون را حرکت کردیم، یگون چیز زیادتی هم نباشد، وقتی تماشابین رو بیهوده نگیریم. درست است. شما در همه ژانرها قریب علاقه فیلم تهیه کردید، هم در ژانر مستند، کوتاه متر، پور متر و انا سلسله فیلم. درست است؟ بله. یعنی همچون کارگردان برای شما، یعنی از نگاه شما در کدام ژانر بیشتر چی بگویم آسان‌تر بود از فیلم برداشتن و چی خصوصیت دارند؟ من فکر میکنم حاضر کدام یک انسانی که دست به ساختن کاری سینما میزند، فکر میکنم این یک چی میگن کاری بزرگ است. دلخواه یا ژانری مثلا دیتکتیو باشد یا ملودراما باشد یا فاجعه باشد یا دیگر ژانرهای خاص بس یعنی که فیلم سازی است یا فیلم های حجتی باشد دیگر همه فیلم یعنی که یک مشکلی و یک وای خودش رو دارد.
و من فکر میکنم اکنون همین ساختن فیلم دیتکتیو از سبب اون که دقیقیت در اونجا زیادتر استفاده می شود و تحلیل و تشخیصی یعنی که سیناری زیادتر می شود، حتی سخنها چی گفته ایستاده قهرمان تو باید چگونه لباس باید داشته باشد، چه خیلی باید گفتار داشته باشد و یا یعنی که تو کی را نشان داده ایستاده به تماشابین، یعنی که اونها را هم یک تا آموختن در کار. چون که چه خیلی گفتم این فیلم هم فیلم اگر بدیهی هم باشد یک فیلم سیاسی هم گفتم می شود، این فیلم مثلا دیتکتیو بسیار چیزای نازکی خودش رو دارد. از همین سبب همین فیلم یعنی که خیلی دشواریش بله زیادتر است. ягон хизмати софтдилонаи мо шумо дар назди ватан беподош намемонад. шуморо бо рутбаи навбатии лейтенанти калон сарфароз гардониданд. муборак шавад. ба ватан содиқона хизмат мекунам. بسیار میخواستم که یک فیلم مسکر بگیرم، اما یعنی که فیلمنامه ما پیدا نکردم. فیلمنامه که یعنی که در دل تماشابین جای گرفته تواند و میدونید کدام یک صحنه فیلم رو میسازم در همونجا حرکت میکنم، یک مسکر رو وارد میکنم. شما اهمیت این فیلم های همین ساخته من رو بسیار تماشا کنید، در همونجا من بسیار مسئله مسکر قطعی کار کردم. این یا اون صحنه فیلم رو یک چیزی باید درآورم، چون دلگیر کننده نمیشه تماشای همون فیلم. بعضا وقت خطی همراه تماشابین هستی، همراه قهرمان گریه میکند، همراه قهرمان خنده میکند، همراه قهرمان زیغ میشود، همراه قهرمان همون باری وزنی که بالا قهرمان میاد همون تماشابین یعنی که عصبی میشود میبردارد و به همین خاطر زندگی خودش هم از خانه برای تا جای کار یک نفر قطعی عصبانی گپ میزنه، یک نفر قطعی میخندی، یک نفر قطعی گریه میکنه، یک نفر قطعی شادی میکنه، یک نفر قطعی بونه صحبت دیگر میکنه. یعنی که زندگی خود هم مسحکه است، هم فاجعه است، هم دیتکتیو است، همه چی هست در زندگی. با همون خاطر وقتی که من وارد کردم در همین سناریوی فیلم مسحکه رو، چون شهزاد رجب رو دعوت کردم در این قهرمان این فیلم رو، همین یک از مؤلفای همین فیلم زیدیت کرد که همین چی لازم در همین ژانر هوزی ما مسکه وارد کردن. بعد من گفتم که ببینید بچو فیلم دیتکتیو است، پره فیلم یعنی که قریب که تمام فیلم اونجا کشتار از دیگر فاجعه و دیگر است تماشابین رو افتاده میشد مثل یک فاجعه است. این فاجعه است اصلا. در حالت فاجعه ما تماشابین رو برده گریان میکنیم، زیغ میکنیم، عصبی میکنیم. اقلا در یک جا کمتر تماشابین بخندانیم، کمتر تماشابین شاد شود، از همون حالت برای یک نفس گیرد و بعدا باز در همون حالت میدارد. این خیلی چیزا من در فیلم حرکت کردم، من در فیلم جو کردم. یک تا ششلک گران بیار گوشت فندیشه. ها او یک بار تو بخور، یک بار ایسو بیتی، یکون قرطو، یکون ششلیک، او من چند بار همه چیزا رو میارم کو. واسیم بای من پولم همش دستی زنم با. واسیم بای بله اکا واسیم بای نسبتون قاسم بای نسبتون قاسم بای اصلا من اکا سردار شناسنامه با نامم قاسم جان. و شما نه تنها حرکت میکنید که در فیلم تنها مضحکه نیو، آنجایی که ظفر ولی است آنجا حتما که عشق هست. بله وقتی که بابای آدم به دنیا اومد یعنی که در برابر آمدن اون با اون یک محبت داد، عشق داد، یعنی که از خود بابای آدم باز زن اون آفرید که باید که شما یعنی که تنها زندگی نکنید، باید جفت زندگی کنید. و اصلا معنای حیاتم به همین زن و به همین عشق و محبت و همین زیبایی، یعنی که یک بخشش یک جذابیت دارد، یک محبوبیت دارد. و من فکر میکنم تمام فیلم های خارجی را تماشا کن، تمام چیزهایی که یعنی که فیلم های ساخته می شود ببینید در اونجا عشق و عاشقی حتما جا میکنن، چون انسان به عشق زنده نیست. یعنی که انسانی که به عشق است من فکر میکنم انسان نیست. یعنی که بله
انسانی هست که عشق به کسب خودش دارد، انسانی هست که عشق محبت به پدر و مادر خودش دارد، انسانی هست که به همه اینها عشق دارد، انسانی هست که مثلا کیم کدام یک نفر رو دوست می‌دارد عشق به اون دارد. یعنی که انسان باید سرگرم یک عشق باشد. من در این فیلم ها کوشش کردم که یعنی که عشق و عاشقی هم در اونجا جای کرده باشم. و چی خاطر میگویم که مثلا تماشابین فیلم دیتکتیو به خاطر ژانر دوست داشته خودش تماشا میکنه، تماشابین فیلم ملودراما به خاطر عشقش یعنی که وای میکند، و تماشابین فیلم کمدی یعنی که همون قهرمان خودش رو دوست می‌دارد. یعنی همه رو جلب کردی در یک فیلم. بله بله. و واقعا اگر در فیلمی که در اونجا عشق نباشد من فکر میکنم که جالب نیست. و از همین سبب بود که زیادتر در فیلم ها من موضوع عشق رو مطرح کردم. قدرت عشق به تماشابین تا اندازه هم توانم یعنی که معرفی کرده و رسانده توانم. عشق یک کدام یک قهرمان من، یعنی قهرمان اساسی فیلم نامه پیگیر را ببینید با وجود اون قدر پرابلم هایی که در داخل فیلم است، یعنی که همه اونا را حل میکند، یعنی که جنایتکار را دستگیر میکند، کیم کدام پرابلم ها و دیگر در برابر این یعنی که اونم آدم است، اونم عشق دارد، عاشق میشود به کسی یا به چیزی به کسی. من فکر میکنم که در آوردن موضوع عشق در این فیلم هم بسیار عینی مدعا بود. اکنون من همه فیلم ها که خیلی گفتید کدام فیلم میسازم در این فیلم باید باشد عشق باشد، کمدی باشد، دیگر باشد، به عشق حیات نیست. بله بله بله. رستم جان با تو بسیار عادت کرده است. فرشته بیا رفته یک جای سر دسترخوان بنشینیم. نه تشکر که امید. فرشته برای چطور نمیخوای سر دسترخوان یک جای بمون نشستن؟ من اعضای این عائله نیستم. در این معرکه نشستنم از روی آداب نیست. فرشته ما تمام اهل عائله تو رو علاقه بیگناه ایست نمیکنیم. رفتیم سر دسترخوان یک جای می نشینیم. اکای امید شما روید من از پستون می آیم. مایلش لیکن دیگر اکا نگو. فکر میکنم که زندگی را به تمام همون زیباییش چخیلی که هست اصلی وقتی که به تماشاچی نشون میدی مخول میشه. چخیلی که پیشوای معظم ملت در یک واخوریشون با اهل زیو در یادم است گفتن که شما فیلم های سازید که از امروزه چی میگن تقدیر زندگی مردم گرفته شده باشد. یعنی که از همین سبب وای جالب میشود. چخیلی که گفتن فیلم های خارجی اصلا فیلم های خارجی که از وارد تاجیکستان میشود وارد دولت های شرق نیمه شده ایستاده است، یعنی که ضبط کرده با این فیلم هاشون گرفته است. اون فیلم ها
یعنی که موضوع امروزه رو مطرح کرده ایستادن در داخل سلسله فیلم ها و این موضوع ها فکر میکنم در همین دولت های شرقی ما در کدام همه دولتی که هست همین موضوع ها هست یعنی که کلین خشتمند خانه زندگی شوهر همین موضوع که هست به همون خاطر این جالب میشود برای تماشابین یعنی جیم بالیوود جیم گالیوود جیم فلان جیم بعد تماشابین تماشا میکند و اگر ما توانیم همین گونه سلسله فیلم ها سازیم از چی میگن خاراکتری مردم تاجیک از واقعه های امروزه تاجیک بله خاص به منتالیته خاص به ایدئولوژی تاجیک اگر ما سازیم من فکر میکنم که این برای هم تماشابین کینوی تاجیک یعنی که پیدا کردن و هم با این واسطه در تربیه ایدئولوژی مردم سهم رساندن من یک کار بزرگ است و اگر ما توانیم مثلا یک سلسله فیلم میگیریم که در اون قهرمان های فیلم نامه ما دخترکو با لباس های ملی تاجیکانه همون من یک نوار را تماشا کردم از سال 97 بود 96 بود نمیدونم یک توی با فکرم اپا هم است تماشا میکنم دخترکو چقدر زیبا بودن همین خیلی رومولاکوشون بستگی یپونیچه میگفتن چی میگفتن همین خیلی بسته همین خیلی لباساکوی بزیب اطلس داشتگیش اطلس چکن داشتگیش چکن یا که دیگر نمودی که خاص با همین منتالیته خودمون بود همین خیلی پوشیدگی زیبا همین خیلی شکوفتگی من گفتم ببینید فرقیت از اون سالها تا این سالها یعنی که چی شد که این مردم همش تاثیر این فیلم های خارجی هست من فکر میکنم اگر 50% مثلا ترغیب و تشویق دیگر کارها و دیگر چیزایی که مثلا از بیرون شده استوده است این باشد 50% دیگرش همین جیمایی که تماشا میکنن همین زنای مو یعنی که از اونجا تماشا میکنن پیروی میکنن با همون یک قهرمان یک فیلم همون خیلی میپوشن اگر ما توانیم مثلا یک سلسله فیلمی عبارت از 10 مرحله با 10 سریایی 100 سریه قهرمان فیلم نامه ما همیشه لباساش خاصی تاجیکانه دختن بگذار مود باشد بگذار زمانوی باشد اما ارنامنت های ملی قطعی یعنی همون خاراکتری که مثلا لباس تاجیکی زن تاجیک باید باشد همون گونه اگر ما سازیم قهرمان اما در 100 سری اگر معرفی کنیم من فکر میکنم تمام همون زنهایی که پیروی میکنن به همون گونه چیزا همشون در تماشای همین فیلم تماشا کنن فکر میکنم که دیگر با این قهرمانی ما پیروی میکنن آیسته به همین واسطه و با همین واقعی ما میتونیم حدی اقل چند فایزی هم باشد برای تامین کردن شهرناکی یعنی که برقرار کردن شهرناکی ایدئولوژی تاجیکی با جوانان سهمگذار باشه. واقعا شما درست قید کردید برای ترغیب و تشویق لباس ملی یکی از نهاد اساسی سینما رو بگیم خطا نمی‌کنیم زیرا که سینما واقعا معرفگر است و هر باره که همون بیننده قهرمانی دوست داشته خود یا هنرپیشه دوست داشته خود رو می‌بیند که با لباس ملی در نقش یعنی هنرنمایی میکند حتما که یعنی پیروی میکند لباس ملی با بر میکند درست گفتید شما ما امین رسالت به دست گرفتن در کار توسط سینما مبارزه میبریم برای یعنی که بازگرداندن همون شهرناکی ایدئولوژی ملی هر یک جوان تاجیک بلند کردن علل خصوص دخترکای تاجیک بلند بانوی تاجیک شهرناکی ایدئولوژیشون بلند کردن و حس زیبا پرستی و حس وطن دوستی و حس خویشتن شناسی و یعنی که آگاهی پیدا کردن از تاریخ و نیاگان خودش کی هست از کجا آمده است من فکر میکنم تنها توسط سینما این یک تأثیری خیلی زیاد داره. زودتر تاثیر میرساند و فکرم که یعنی آگاه میشوند و شاید که از چیزهای بیگانه دست میکشند. واقعا هم درست گفتید. خوب صحبت خوب داشتیم در این موضوع ولی میخوام باز برگردیم به موضوع فیلم ناموس فیلم کوتاه شما که روزهای نزدیک از تلویزیون سینما پخش خواهد شد. موضوع چی است؟ بیاد خود شما معلومات بدید برای ما و بیننده. البته موضوع اساسی فیلم اصلا فاجعه است درام Soy mu. 80,000 سومون نه. $80,000.
قید کنم که اینجا قهرمان اساسی یعنی که فیلم همون پدری که 4 پسر دارد و 1 دختر دارد درباره همونو قصه میکند. من اصلا از هر یک واخوری پیشوای معظم ملت با بانوان و با زنان و از همین چیزایی که درباره پیوسته درباره مادر و درباره زن یعنی که سخن میکند واقعا هم درست میکنن در همین شب و روز، چون تربیتگر اساسی یعنی که تمام خلق ملت ها این سرچشمه میگیرد از خود زن از خود مادر. و بعضا اویله ها ده وقتی که دختر تولد میشود همونا از شدن همین دختر یعنی که ناراحت میشوند ناراضی هستند و در بعضا حالت ها علل خصوص در همین سوژه همین فیلم ما یعنی که در جای 4 پسر همون 1 دختر ناموس پدر می شود، یعنی که ناموس پدر می شود و همین جمع هم بزرگی زنی تاجیک، بزرگی دختری تاجیک و با دل و گرده بودن همین چی میگن زنی تاجیک یا دختری تاجیک اینجا نشان دادیم. و اگر روزی من نقل کنم درباره فیلم دیگر تماشابین یعنی که جالب نمی شود، با همون خاطر من یعنی که یک چیزی رو برای تماشابین آشنا کردم درباره این فیلم و میخوام تماشابین خودش تماشا کنند و قضاوت خودش رو فکر اندیش. ما اصلا فکر و اندیشه‌مون رو توسط فیلم گفتیم و قضاوتش با تماشابین چگونه قضاوت میکند چگونه قبول میکند و امید داریم ما از هر یک چیز آفریده خود یعنی که وقتی که مقصد هست یعنی که در اونجا امید هم هست و امید داریم که این فیلم باید برای تربیت نسل نو سازگار خواهد بود. بله امیدواریم و شما خیلی کارهای خوب میکنید، بگم خطا نمیکنید، زیرا که در فیلم ها موضوع های روز رو انتخاب میکنید و امیدوارم که آن فیلم هایی که شما تهیه میکنید و مقصدی که شما دارید یعنی هدف های شما یعنی عملی میشوند، نیت های شما عملی میشوند و ذره هم باشد طریق فیلم های خویش شما جوانان رو برای راست هدایت میکنید. میگن هر یک انسان باید پس از خود چیز ماندگار داشته باشد یا مانده باشد و امیدوارم که این فیلم های اول سالهای فعالیت شماست و در آینده فیلم های شما فیلم های جهانی میشوند و ما از شما همیشه افتخار میکنیم. یعنی حالا هم شما جوانانی امید بخش هستید و ما از شما امیدهای زیاد داریم. برای شما باز هم موفقیت تمنا میکنیم و امیدوارم که در یک سال حداقل 2 مرتبه با هم صحبت میشیم و از کارهای نوی شما از فیلم‌های نوی شما. من خیلی گفتم این منبر من پیوسته آغاز میکنم سخنم رو از همین که در این منبر من تشکر میگم به خود تلویزیون سینما که همین منبر یعنی که با ما ساختن، یعنی که اول تشکر به حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان که در سمت مثلا ساختن تلویزیون ها ببینید در هر یک ساحه یک تلویزیون یعنی که ساخته شده است. این به واسطه غمخوری ها و دستگیری های خود رهبریت عالی کشور در اینجا یعنی که نشان میدهد نسبت تلویزیون و نسبت فرهنگ و نسبت صنعت و خوب شد که من در برابر این تلویزیون سینما یعنی که بنیاد شد و ما در اینجا می توانیم تمام اون واقعه های پس صحنگی که چه زحمت داریم چه مهنت داریم بعضا وقت در پیش یکدیگر میشیم انا خیلی مهنت کردم انا خیلی زحمت کشیدیم نمیگیم و میایم در همین منبر میشینیم یعنی که نقل میکنیم که چی واقعه داشتیم چی وای داشتیم. یک چیز میخوام گفتن همین برنامه رشد کینوی تاجیک یعنی که بهانه شد که این مؤسسه خطون سینما تشکیل شد. برنامه رشد کینوی تاجیک برای سالهای 2018 و 2022 بود و برنامه کنونی برنامه کینوی تاجیک برای سالهای 2023 2027 است و این هم تنها از یعنی که توجه نیک داشتن پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان نسبت سینما هست که یعنی که ببینید در چند مرحله ها برنامه رشد کینوی تاجیک رو قبول کردن کوشش کردن که برنامه ها قبول شود تا اینکه همین ساحت دستگیری یابد و اگر این طرفش از دست ما هست که ما چگونه میتوانیم یعنی که با استفاده از این برنامه با استفاده از دیگر امکانیت ها و چیزا یعنی که ما وقتی که کینوی تاجیک رو مثلا با وارد میدان کینوی تاجیک شدیم قریب که از زمان شوروی هیچ چیزی مانده نبود. یعنی که با شکرگزاری با یعنی که شرافت همین استقلالیت کشور با شرافت همون دستور و سپارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии ҳиндустон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки тамоми соҳаҳо яъне бояд ки чӣ мегӯянд рушд ёбад, тамоми соҳаҳо бояд ки фаъолияти хуб дошта бошад. ана ҳамин буд ки мана ҳам хатлон синамо ташкил шуд, ҳам суғд синамо ташкил шуд, ҳам ба фикрам бадахшон синамо ҳам ҳаст, фаъолият дорад. ва мана телевизиони синамо муассисаи давлатии Тоҷикфилм ки дар таҳрири нав яъне ки боз бунёд шуду аз нав қабул шуд. ман аз ҳамин эҳсос мекунам ки оҳиста марҳила ба марҳила тамоми камбудиҳое ки ҳаст ҳамаш ҳал мешавад. фақат мо бояд синамосозон имрӯз мо бояд барои насли ояндаро созем. агар мо насозем, мо ҳам равем, дигараш равад. Ки бояд ки барои насли ояндара майдони синамо бояд созад? Ки бояд барои насли ояндара як мероси бояд бигузорад? ана ҳамин аст мақсади асосии мо. ҳам филмҳои хуб гузоштан дар кор ва ҳам корҳои нек кардан дар кор ки насли оянда аз он чиз истифода карда тавонад. шахсан ман яъне ки то замоне ки ҷон дар бадан аст ман бояд эҷод кунам ва аз ман чизе мондагор бояд бошад. ман дунё барои чӣ омадам? худованд барои яъне ки соҳаи синамо маро офарид, пас бояд ман дар ин соҳа бояд ки падарам як сухан дошт, мегуфт ки бачам дар кадом соҳае ки меравӣ майлашу, лекин ҳаракат кун шахси аввал бошӣ. ман фикр мекардам, мегуфт ки шахси аввал яъне ки роҳбар бошӣ. баъдан дар замони фаъолияти худ яъне ки эҳсос кардам ки падарам дигар чӣ дар мақсад доштааст. яъне ки он дар назар доштааст ки шахси аввал як нафаре бояд бошӣ ки дар ҳамун корхона одами якум бошӣ. яъне ки ту бояд ки чӣ мегӯянд як муҳаррики ҳамун ҷо бошӣ. яъне ки ту одами лозима бояд бошӣ. яъне ки вақте ки ту аз ҳамун идораи ки фаъолият мекунӣ рафтанӣ мешавӣ, мардума бояд ки дилаш сӯзад. ин мутахассис аст, яъне ки ин коргар аст. инсон бояд ана ҳамин хел зиндагӣ кунад. ва бо ҳамин нияти нек ва бо ҳамин орзуҳои нек мо зиндагӣ дорем барои ояндаи дурахшони Тоҷикистони азиз. саломат бошед. воқеан агар мисли шумо чӣ тавре ки худи шумо гуфтед, ҳамчун шумо як муҳаррик, як ҷавоне ки инқадар дар шавқу шӯр асту дар ҳамин пайкор асту инқадар хоҳишҳои зиёд дорад барои рушди соҳаи интихоб кардаи хеш, агар мисли шумо 3-4 нафар бошад, ба гуфти шумо оҳиста не, яъне соҳаи синамо хеле тез рушд мекунад. барои ҳамин ман таманно мекунам ҳар ҷавоне ки дар соҳаи синамо кор фаъолият мекунад, мисли шумо бошад ва мисли шумо хоҳишҳои зиёд дошта бошад, завқу шавқ дошта бошад ва содиқ бошад пеш аз ҳама. ва бозам чуне ки шумо гуфтед, бо шукргузорӣ аз ин давлати орому осуда, бо шукргузорӣ аз ин истиқлолияте ки мо ба даст овардаем тӯли 33 сол мешавад, бале мо хеле шукрона мегӯем ва ҳама он шароитҳое ки барои мо хеле фароҳам оварданд, мо имрӯз ҷавобан бояд хеле содиқона кору фаъолият кунем ва ҷавобан хеле корҳои хубро нишон диҳем ки мо метавонем. яъне ки соҳаи синамо бисёр дар ҳоли яъне ки рушд қарор дорад ва ҳам аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ва маҳз ана ҳамин дастгириҳо дар партаби ҳамин дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат мана дар вилояти Хатлон, муассисаи давлати Хатлон синамо ки таъсис ёфт, то имрӯз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, яъне ки чӣ мегӯянд, сарпарасти ҳамин муассиса ҳаст, яъне ки муассиси ҳамин муассиса ҳаст. ман имрӯз аз ҳамин минбари баланд ба роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, маҳз ба раиси вилояти Хатлон муҳтарам Давлаталӣ Саид ва ба дигар ниҳодҳое ки имрӯз дар бари Хатлон синамо дар вилоят фаъолият дорану дастгирӣ карда истоданд, арзи сипос ва миннатдорӣ бепоёни худро яъне ки баён мекунам аз ин минбари синамосозон. саломат бошед. хуб, ҷаҳони сипос бори дигар барои иштирок ва чунин суханҳои нек. ман умедворам ки бинандаи телевизиони синамо аз ин суҳбати мо шумо як ғизои маънавӣ гирифтанд барои хеш ва ҳам аз тамошои анамун лаҳзаҳои филме ки барояшон тақдим намудем фароғат гирифтанд. хуб, бинандаои азиз, то дидори навбатӣ бо шумо низ хайру хуш мекунем. хайр, тансияту хонаобод ва муваффақу сарбаланд бошед.